عشق بازی ها، بای فرند و گرفرند از کجا شروع شده؟ این مسیج بازی و پیامک بازی از کجا شروع شده؟ از غفلت پدر و مادر. فرزند میخواه که با یک دختر مطابق میل خود ازدواج بکنه، البته که شرایط دینی مد نظر هست، کفو بودن مد نظر هست، اما پدر و مادر میگه نه خیر. مگر میره برای خود میگیری؟ آیا تو میخواهی که خانم بگیره مطابق میلت نباشه؟ برای دختر ما باید کسی انتخاب شود که مطابق میل دختر ما باشه، مطابق میل خود ما باشه. دختر خود درست است مطابق میلش باشه، مطابق میل ما باشه. مادر میگه نه خیر رو من نمیخوام. در این جای احترام پدر و مادر سر جایش، از پدر و مادر فقط یک مشوره گرفته میشه بس خلاص. پدر و مادر در این مورد برای فرزندای خود یک مشوره حق دارن. تحمیل کردن، اجبار کردن، اکراه کردن، زیر پا کردن حق نداره. مادر حتی برش میگه که شیر ما بر تو حرام باشه. شیر حرام چی معنا داره؟ به هیچ عنوان شیرش حرام نمیشه توسط تو سخنا. شیر ما برای تو حرام باشه اگر با او ازدواج کنه نمیشه حرام. هر کسی ما به پسرا میگم، به جوانا میگم، هر کسی که دوست دارن برش خواستگاری کنه. هر کسی که دوست دارن از این نه ترس داشته باشین نه هراس داشته باشین و ملت را با این آشنایی بسازن که ملت با این آشنا شود. این بی غیرتی نیست، بی همتی نیست. چرا جوانای ما امروز با وجودی که ازدواج میکنن به عفت نمیرسن؟ چرا امروز جوانهای ما ازدواج میکنن اما باز هم رابطه پنهانی با یک زن دیگه دارن؟ چرا که ما مطابق میلش نکرده میره. چرا فرار میکنه از خانه؟ چون که مطابق میلش نیست. شوهر یک مستبد است در خانواده. دین را به طریقه درست بفهمیم. من به این متیقن هستم که کسی را دوست داشته باشه، روابط نامشروع نداشته باشه، هیچ پروا نداره. روابط نامشروع نداشته باشه، برای خواستگاریش جستجو کنه که باید خواستگاری شود. این راه اسلام هست، این روش رسول الله هست. ما حتی خواستگاری رو بازی تو فکر میکنیم که خواستگار باید همیشه مرد باشه، در حالی که صحابه دختر خود برای کس پیشنهاد میکنن. ما این چیز را یاد نداریم، ما این بی غیرتی میشماریم. عدم فهم دین یک از عامل مشکل اساسی این امت است که ما دین را درست نمیفهمیم. دین را بر اساس خواسته های خود تعبیر میکنیم برای مردم. دین را بر اساس برداشت قومی خود برای مردم تفسیر و تعبیر میکنیم. فرزند ما نمیخواد با اون کس ازدواج بکنه، میگه نه باید ازدواج بکنه، پولم بالش مصرف میکنه. دختر ما نمیخواد با اون کس ازدواج بکنه، اما باز هم ما میگیم نه خیر باید ازدواج بکنه. اشتباه هست، نباید کار را ما بکنیم. در این صورت باز اینها در عفت و پاکدامنی میرسن، در غیر صورت